بلند شم تو نور آفتاب ببینیم. واو. سلام بچه ها، چطورین؟ آقا ببینید بالاخره آفتاب اینجا. از وقتی اومدم خونه کلن میتونم بگم از من 13 تیر اومدم دیگه تا الان که 31 مرداده میتونم بگم کلن یه هفته شاید آفتاب در آمده باشه. و اینکه آره یه روز با من همینطور یه ولاگ بگیریم، با من باشید. وضعیت اتاقم راستی این میتونید چیه؟ حالا بهتون بذارید نشون بدم. اکو سال 97 میرکسمو نگاه. و این گواهی کمربند قرمزمه. و آره 2 بار آزمون کمربند قرمز دادم چون که یه بار اسمم توی پسرا بود و جنسیتم نوشته بودن مرد. آره دیگه الانم حدودا 3-4 جلسه است که میرم. بعد 5 سال میخوام برم دانه یکمو بگیرم، مهر آزمونشه. و همین با من باشید. امروز قراره برم رنگ مو بخرم. رنگ مو که منظورم دکولور است و موهامو رنگ کنم. البته امروز میخرم، فردا احتمالا رنگ میکنم. شما حس میکنید که پوستم بهتر شده. گایز باشگاه نرفتم ولی میخوام با مامانم برم باشگاه. یعنی من نمیخوام هیچ کاری کنم، فقط میخوام اونجا بشینم. بعدشم برم رنگ مو بخرم. نه بیا. های بریم. خدا کنه که فقط نرینم تو موهام چون که ممکنه بسوزه. مثل بچه ها اونجا نشسته بودن منتظر ماماناشونن که ورزش کنن. علی بعد نشسته بودم که مامانم ورزش کنه. خب من بعد از کازی خوشم نمیاد. برم صورتمو بشورم. واقعا بوستم حس میکنم بهتر شد. بگیم بهتر شد. یه دوره ثبت نام کرده بودم و اصلا یادم نبود و اگه حضور نداشته باشی بهت گواهی نمیدم. خودم بخواستم اول سیاه شد بعدم ببینم فیلم ضبط شده شو، ولی
اسمش نمیاد. خودش اینجا باشه. نه جوش جدید. نه خدایا هر روز یه سریا پاک میشن دوباره میزنم، دوباره پاک میشه دوباره میزنم. من دیگه نمیتونم. چای بزنیم. اونم یه واسه خودش داره توضیح میده. یه روزی همه این سمینار وبینارهای ضبط شده رو خواهم دید. آقا یادم رفت اصلا بیام بیرون و اصلا چی میگن حضور بزنم آخرش و اصلا نمیدونم چی شد. تموم شد. یهو دیدم تموم شده. بریم ادامه کار. و واقعا نمیدونم چرا مقالات همه پولی هن و تا امشب باید تموم کنم چون 3 هفته است که وقت داشتم ولی هیچ کاری نکردم. میدونم چی سخته ترجمه کردن. وای یعنی سرچ کردن. حالا مثلا چی میگن رشته‌های ما حالا که تحقیقاتی و اینا من خیلی واقعا دوست دارم، خوشم میاد، ولی این ترجمه کردن خیلی رو مخمه. یعنی چی واقعا باید ترجمه کنم؟ من انگلیسی رو متوجه میشم ولی نمیتونم به فارسی مثلا بگم او این چی میشه. یه متن خیلی مثلا با ادبیات چی میگن ادبیات درستی که مثلا در فهم همه مردم باشه واقعا نمیتونم بنویسم. خلاصه که یه خبرهایی میخوایم یه کارهایی کنیم. حس میکنم همه مقاله چرتن و هیچ چیز به درد بخوری نیست. خیلی خوبه این حس میکنم. حالا تأثیراتش رو باید ببینیم چیه تا یه ماه دیگه. ولی قشنگ بوی چایی میده. اینا دارن چایی میزنن به صورتم. دارم راجع به سلامت روان تحقیق میکنم و سلامت روان خودم رو از دست دادم. این چه مسخره بازیه. ترجمه یه چیز خیلی مسخره ایه. با کاراشون روانیت میکنم. میپرسن چرا؟ من که آخرش تنهایی میمونم. میخورم چرا؟ خدایا زودتر اینا پاک شن. خیلی بوستم بهتر شده. این دوربین رو بدش کنم. میاد انقدر همه چی رو پررنگ و کوچیک‌ترین
تو واقعیت خیلی بهتر شده. اصلا اینجوری نیست که تو دوربین میبینید. خیلی پررنگ میکنه. بیشعور بی‌تربیت. حتی اینجا هم پوستم رو بد نشون میده. به مامانم زنگ بزنم ببینم کی میاد. مامی زنگ زد. های مام میگم کی میای مامو رنگ کنیم. این دوربین اینستاست چقدر خوب میگیره. یعنی خود واقعیم اینطوری هم نه اون که دوربین اصلی میگیره. بازم یه قرمز کرده اومدم این بر، ولی خوب الان خوبه. دقیقا الان اینطوری هم عجیبه. خیلی ذوق دارم برای رنگ کردن مو. چند سال پیش که نه، یعنی 1401 2 سال پیشم مومو رنگ کرده بودم. عکسشو براتون میذارم. اصلا عالی شده بود. البته آرایش که رنگ کردم و کار دختره خیلی خوب بود. اما این سری گفتم که خودم این کارو کنم ببینیم چی میشه. رنگ سرخابی خیلی بهم میاد. اصلا همین باشم میخوام راحت باشه. من عاشق موهای بلوندم. کاش واقعا خدا دادی بچگی موهام بلوند میشد. حیف که نشد. شد رنگ نداشتیم ولی پیدا شد. یه خط بگیریم برا رفتون. فقط نایلون گذاشتم رنگ کردن مناطق محروم. روشن میشه موام دوست دارم بلوند شم. دیگه واقعا دارم مثل کانادایی و آمریکایی ها میشم. فقط مونده که خودم برم. گایز نمیدونم چرا نارنجی شده ریشه موم. خیلی خنده دار شدم. باید شارژش کنم این سری انشاءالله که به اون پایه مد نظر میرسه. تو نور آفتاب ببینیم. واو. باید منتظر بمونم یه نیم ساعت 1 ساعت اینا بشه بعد شارژش کنم. شبیه مو مصنوعی شده. تو آفتاب ببینین. وای چقدر باحال شده. بچه ها بریم دکولوره بعدی رو آماده کنیم دیگه ببینیم چی میشه. هندونه خورم ریخته روش. نزده بودم خون بگیره. شبیه مو مصنوعی دارم انگار.
نایلون یه جور بذار که اینقدر مثلا چی نکنی داشته باشی اینجا زایه اینجا گیره چیزی نداری بزنی. دارم خودم با دست. دوباره یه بار فایده نداره، داره آتیش میده. گایز نمیدونم چرا نارنجی شد و اون پایه مورد نظر نرسید. ریشه هم ماما خوبه، ریشه هم فشار بزنم شاید روشن شه. آقا روشن شده ها، ولی باید هنوز سفیدتر میشد. بچه یکم استراحت کنم بعد برم رنگ اصلی رو بریزم دیگه. نمیدونم چی در میاد، فکر نکنم زشت بشه ولی اون رنگی که میخواستم هم نمیشه. و اینکه املت بزنیم. امشب هم قراره بریم مهمونی دیگه، نمیدونم چی قراره بشه. فعلا این آخرین نون بربریامو بخورم که وقتی رفتم تهران حوصله ندارم برم نون بربری پیدا کنم جایی بدم. نمیدونم دور و بر خوابگاهمون داره یا نه، ولی توی دانشگاه نون لواش داره و حالم دیگه از نون لواش برام میخوره، اینقدر که اونجا نون لواش خوردم. انگار کلاگیس گذاشتم واقعا. گایز بریم که رنگ اصلی رو آماده کنیم. خب دوستان در حال آماده سازی خامه هستیم. یه ذره دیگه از اکسیدان میریزیم تو. خامه آماده است همونطور که ملاحظه میکنید. تقریبا به اون چیزی که میخواستم نزدیکه. دیگه بریم ابروهامم بزنم روشن شه. عالی. اولین تجربه رنگ کردن اون دکولوره. So beautiful. وای خیلی دارم حال میکنم. گایز صورتمو شستم، ابروهامم روشن‌تر شد. نایس، پرفکت، اکسلنت. به نظرم واسه اولین تجربه رنگ کردن خوب شده واقعا. اونم چی؟ نه رنگ معمولی ها، دکولوره. برم که حاضر شم بریم مهمونی دیگه. اینم از رنگ کردن ما. واقعا دارم حال میکنم با موی جدیده. دارم آماده میشم که بریم و اینکه چون عکاسی میکردم مشکی به هم میاد با این موها. تاثیر نور رو میبینید؟ واقعا نور تاثیر داره. واو. فقط اگه این جوشا زودتر برن دیگه هیچی نمیخوام. حس تامبوی بودن دارم.